گویا ترامپ می‌خواهد نقشه نیمکره غربی را دوباره ترسیم کند. این عنوان کنایه‌آمیز پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکاست. به اصرار و تکرار تمایلات توسعه طلبانه ترامپ چند روز مانده تا آغاز رسمی دوره جدید ریاست جمهوریش. ترامپ باز در یک نشست خبری تأکید کرد که دانمارک باید جزیره گرینلند را به آمریکا بدهد. او حتی پسر بزرگش را هم به گرینلند فرستاد. پدرم به همه مردم گرینلند سلام رسوند. آیا شما هنوز علاقمند به خرید گرینلند هستید؟ من در این باره حرفی نمیزنم. دیگران باید درباره‌اش صحبت کنند. ترامپ همچنین بار دیگر از ضرورت تصاحب کانال راهبردی پاناما سخن راند و این بار این را هم گفت که باید نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا تغییر یابد. ترامپ دائم دیگران رو تهدید میکنه به اینکه دنبال توسعه امپراتوری آمریکاست. واقعا هم نمیدونیم داره شوخی میکنه یا جدی میگه. اما چیزی که روشنه اینه که اینطور حرف زدن و اینکه دائم ترامپ میگه به دنبال عظمت دادن دوباره به امپریالیسم آمریکا هستیم خیلی احمقانه است. تکرار ادعاهای قبلی ترامپ درباره کانادا و اینکه کانادا باید 51مین ایالت آمریکا شود بخش دیگری از سخنان جنجالی ترامپ بود. انگار ما تنها کشور قدرتمند دنیا هستیم و الانم دهه 1950 که آمریکا بتونه هر کاری دوست داره انجام بده. همسر من کاناداییه. توی کانادا مردم دارن به این حرفای ترامپ میخندن. اینکه در سال 2025 آمریکا به فکر کشورگشایی و توسعه قلمروش افتاده غیر قابل باوره. از نظر من اینو نگاه یک باخت مطلق برای آمریکاست. تنها موضوعی که ترامپ حاضر نشد در نشست خبری 70 دقیقه‌ایش درباره آن حرف بزند، موضوع تقابل آمریکا با ایران بود. زمانی که خبرنگار از او پرسید آیا احتمال حمله پیش‌دستانه آمریکا به ایران وجود دارد، ترامپ صرفاً پاسخ داد فقط احمق‌ها به این سوال جواب می‌دهند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.